آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم، آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و هموطنان عزیز و ارجمند، درسی ششم. این پیام ما را به دیگران رسانید تا دیگران هم بهره برند و شما از پاداش نیک محروم نشوید. مؤلف کتاب میفرماید که هنگامی که برای تو گفته شد که پروردگار تو کیست، تو بگو پروردگاری من اونی است که مرا آفریده است، مرا رزق داده است، مرا مدد رسانده است. پس بگو پروردگاری من اون ذاتی است که مرا تربیه کرد و تربیه کرد همه عالمیان را به نعمتهایش. کلمه تربیه کرد، تربیه به معنای رعایت کردن است، نگاه بین کردن است. تربیه الله تربیهش میکند. خیلی پیغمبری ما را تربیه کرد، تربیه قویم، تربیه نکو، که همون انسانی که الله را تربیه میکند پارسا میشود از تربیه و نگاه بین کردن الله او را. و باز میگوید که مؤلف کتاب در اینجا یعنی که مقصد دارد که بگد که پروردگار، کلمه رب گرفته شده است از کلمه چی؟ از کلمه تربیه. برای گفت که اونی که مرا تربیه کرد و تربیه کرد همه عالمیان به نعمتهایش. پس همه عالمیان الله تربیه کرده است به نعمتش. نگاه بینشو میکند. کی نگاه بین است؟ الله. کی مالک است؟ الله. کی رازق است؟ الله. همه را به نعمتهایش و با رزق آنها را کمک میکند. خیلی که الله عز و جل در همون گفتگوی بین فرعون و موسی وقتی که میشود، بس وقتی که فرعون میپرسد موسی را فمن ربكما یا موسی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سوره طه آیت 49-50. وقتی که فرعون موسی را پرسید، فرعون گفت ای موسی پروردگار شما دو نفر کیست؟ در جواب موسی علیه السلام چی گفت؟ پروردگار ما کسی است که به هر موجود آفرینشی او را آنگونه که سزاوارش بود به وی عطا کرده، سپس هدایت نمود. پس هر یکی از عالمیان را پروردگار تربیهش کرده است با نعمتهایش. چه نعمتی که الله برای او عطا فرموده است. و نعمتهای الله عز و جل برای بندهش خیلی زیادی هستند که آنها را حساب کردن امکان ناپذیر است. خیلی که الله عز و جل میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. سوره نحل آیت 18. ان الله لغفور رحیم. و اگر بخواهید نعمتهای خداوند را بشمارید نمیتوانید شماره کردن. همانا خداوند آمرزنده مهربان است. برای همین الله اون ذاتی است که تو را آفریده است و تو را در یک شکل زیبا ساخته است و رزق را داده است. برای همین سزاواری و شایسته عبادت کیست؟ الله. پس مؤلف کتاب میفرماید که و هو معبودی لیس لی معبود سواه. و الدلیل قوله تعالی الحمد لله رب العالمین. یعنی الله معبودی بر حق من است و غیر این معبودی بر حق من دیگر معبودی ندارم. و دلیل سخن الله که میگوید الحمد لله رب العالمین. سپاس برای کیست؟ خاص سپاس ذات راست که پروردگار عالمیان است. برای همین ای او اون ذاتی که من او را عبادت میکنم، برای او تن میدهم، برای او سرخم میکنم. با چی؟ با یک محبت، با یک بزرگ شماری، با یک عظمت. و انجام میدهم آن چیزی را که او مرا امر میکند و ترک میکنم آن چیزی را که مرا باز میدارد و من میکند نهی میکند. پس برای من غیر او معبودی بر حقی دیگر نیست. خیلی که الله عز و جل میفرماید در سوره بینه 5 آیت و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلك دین القیمه. در حالی که فرمان نیافته بودند تنها الله را بپرستند، دین را برای او خالص ساخته و حقگرا باشند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند و این است دین استوار و راستین. و مؤلف کتاب دلیل می‌بیارد که یعنی که الله پروردگار عالمیان است. سوره فاتحه را که میگوید که الله مربی است، تربیتگری همه عالمیان است. سوره فاتحه را الحمد لله رب العالمین، یعنی که سپاس الله را که پروردگار عالمیان است. یعنی او را وصف می‌دهد به کمال و به بزرگی و عظمت و با شکوهی
واحدی که او همه این برای تنها برای الله است. رب العالمین، پروردگار عالمیان، ای مربی آنها است، ای آنها را تربیتگری آنها است به نعمتهایش، و خالق آنها است و مالک آنها است و مدبری آنها است، شکلی که الله عز و جل میخواهد. باز مؤلف کتاب میگوید که و کل ما سوى الله عالم و انا واحد من ذلك العالم. میگوید که همه چیز غیر الله این جهانی هستی است و من یکی از همین جهانی هستی هستم. برای چی؟ الله از جهانی هستی نیست، برای که جهانی هستی مخلوق است، آفریده شده است. همه چیز غیر الله عالم است، برای که همه چیز الله آفریده است. همین عالم، چیزی که در عالم است، در جهانی هستی است، همش الله آفریده است. برای این غیر الله همه چیز دیگر عالم است. ما از یک جزء از عالم هستیم. عالم یعنی جهانی هستی که او را الله آفریده است، مالک و خالقش است، اداره کنش است. هر یک نشانه دلیل است برای که او یگانه است. با میگوییم که پس برای تو گفته شود که پروردگارت را به چی چیز شناختی؟ پس بگو به آیاتهایش و مخلوقاتش. آیات مفردش آیه علامتی است، نشانه است که دلالت میکند به چیزی و او را آشکار و واضح میکند. آیات های الله، نشانه های الله دو نمود میشن: آیات های کونی و آیات های شرعی. آیات های کونی این در بر میگیرد همین جهان هستی را، سیک در او هست، مخلوقات همشه. آیات های شرعی این در بر میگیرد وحیی که از جانب الله بر رسولانش فرستاده میشود. مؤلف میگوید که و من آیاته، از آیات های الله شب و روز، آفتاب و ماهتاب، از مخلوقانش 7 آسمان و زمین و آنچه که بین آنها هست، همه این از مخلوقانش است. هر یک تایی از همین آیات ها، نشانه ها، علامت ها دلالت میکند به چی؟ به کمال قدرت الله و کمال حکمت الله و کمال رحمت الله. پس آفتاب این یک نشانه و علامتی است از آیات های الله عز و جل. برای چی؟ برای که آفتاب سیر میکند، میرود با یک شکلی منظم از همون وقتی که الله او را آفریده است تا همون روزی که عالم به آخر میرسد، به یک شکلی منظم سیر میکند. از یک جا میبراید در یک وقت و در یک جای دیگر می نشیند. از مشرق می براید در مغرب می نشیند. و چقدر که الله عز و جل می فرماید و الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سوره یاسین 38 آیه. آفتاب نیز برای آنان نشانه‌ای از قدرت ماست که همواره به سوی قرارگاهش حرکت میکنه. این اندازه‌گیری توانایی شکست ناپذیر و داناست. این هم یکی از آیات ها، نشانه های الله است. چقدر بزرگ است و چقدر منفعت میبخشد برای ما، حتی برای بدنهای ما، برای درخت و برای رودهای ما، برای بحرهای ما و دیگر چیزها. وقتی که به ما با آفتاب نظر می‌کنیم چقدر از ما دور است و روشنایی او، گرمی او برای ما میرسد. الله او را برای ما بی‌مزد کار میفرماد که ما یگان پول و مال صرف نمیکنیم برای روشنی در روز، که روشنی آفتاب برای ما بس است. و همین طور ماهتاب یکی از آیات های الله است که هر شب می براید و در شبی برای ما روشنی میکند و آسمان را زیب و زینت میدهد. ولی که الله عز و جل میفرماید والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. سوره یاسین 39 آیه. و برای ماه نیز منزلگاه معینی قرار دادیم تا همچون شاخه کهنه خرمای هلالی شکل و زرد رنگ برگردد و باز به تدریج آیسته آیسته به همون شکل بدری کامل شود. و ماهتاب هم در اول کوچک خرد است، پس روز تا روز بزرگ شدن میگیرد، بزرگ میشود تا آنی که پره میشود. بعدی پره شدن میگویند که ماهی 14 روزه پره میشود. بعد از 14 روز باز خرد و کوچک شدن میگیرد، کم شدن میگیرد و چی باز میده میشود. نظام و سیستمی هست که همش با چی؟ با یک دقت، با یک چینکی بزرگی، چینکی و اندازه‌ای خیلی نازکی ساخته شده است. باز مؤلف میگه دلیل قول الله عز و جل و من آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سوره فصلت آیت 38. الله میفرماید که و از نشانه های قدرت او شب و روز و آفتاب و ماه است. نه برای آفتاب سجده کنید و نه برای ماه، بلکه برای خداوندی که آنها را آفریده سجده کنید اگر تنها او را میپرستید. الله میگوید که همه این شب و روز، آفتاب و ماهتاب یکی از علامت های نشانه های الله که آنها را آفریده است. و چی
فایده های میبخشند برای انسانیت، برای بشریت. به همه معلومه انسان باید آن ذات را پرستد که آنها را آفریده است و او تنها شایسته عبادت است که آنها را آفریده است. و باز الله عز و جل میگوید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین. باز مؤلف کتاب دلیل می‌برد سوره اعراف آیت 54. الله می‌فرماید که هر آینه پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر بالای عرش خود مستوی شد، با پرده تاریک شب روز را می‌پوشاند و شب به دنبال روز به سرعت در حرکت است و آفتاب و ماه و ستارگان را آفرید در حالی که رام شده در فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و اداره کردن جهان برای او و به فرمان او است، پربرکت است و زوال ناپذیر است. اللهی که پروردگار جهانیان است. این آیت دلیل است که الله عز و جل آسمان و زمین را او آفریده است، همین مخلوقات بزرگ را در 6 روز آفریده است. و اگر الله که میخواست آنها را یک لحظه می آفرید، ولی به یک حکمت آنها را به یک ترتیب آفرید، چقدر که همون حکمت او را طلب میکند و الله قادر بود که در یک لحظه آنها را به یک سخن آفرد. پس بگوید شو، پس باز می شود. پس الله عز و جل بر بالای عرش خود مستوی شد، ای بر بالای عرش خود شد، علوی خاص، بلندی خاصی که خیلی که برای الله عز و جل لایق است که از همه بالاست. سیوم که روز را با یک پرده تاریک پوشان و شب را با یک روشنی دیگر که شب روز می شود و روز شب می شود. ماهتاب و آفتاب را و ستارگان را برای ما رام کرد که برای ما به مزد کار میکنند و از دارایی کامل و پره او و سلطان و پادشاهیش برای او آفرینش است و برای او فرمان است که غیر او کسی دیگر فرمان نمیدهد. باز مؤلف کتاب میفرماید که والرب هو المعبود، میگوید که الرب پروردگار او معبودی بر حق است. و دلیل سخن الله یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. پس چی میگوید؟ پروردگار او معبودی بر حق است. خیلی که الله عز و جل میگوید یا ایها الناس، ای مردم بپرستید پروردگارتان را، اون پروردگاری که شما را آفریده است. برای همین او شایسته عبادت است، او شایسته است که او را بپرستند و نه هر یک چیزی که او را میپرستند مردم او شایسته پرستش است. هر یک بتی که میپرستند و هر یک گاوی که میپرستند و هر یک چیزی که مردم میپرستند که در حقیقت او شایسته عبادت نیست. تنها شایسته عبادت الله است که همه اون چیز آفریده است. و رب، کلمه رب این چی معنی دارد؟ خالق، آفرنده، مالک، پادشاه، دارنده همه چیز و اداره کنی همه کار، همه چیز. برای همین در اون آیت الله خطاب میکند که ایها الناس، ای مردم، همه مردم خطاب میکند، نه فقط مسلمان ها، همه مردم. چی میگد؟ اعبدوا ربکم، پروردگارتان را پرستید. کدام پروردگار؟ اون پروردگاری که شما را آفریده است. امر است از الله که او را پرستش کنید، با او شریک نورزید، با او همتا نگیرید. کیست اونی که ما او را پرستیم؟ اونی که شما را آفریده است. آیا این دیگر معبودانی که مردم میپرستند آیگان چیز آفریدند یا خودشان آفریده شدند؟ خودشان آفریده شدند. برای همین ما باید حتمی است که اون معبود را باید بپرستیم که شایسته عبادت است، آفرینش در دست اوست. ما باید اون ذات را پرستیم که همه چیز آفریده است و با او شریک نورزیم. خیلی که الله در این آیت میفرماید ای مردم
مناجات به هم است. پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را آفرید پرستش کنید تا اهل تقوا شوید، پرهیزکار شوید. آن خداوندی که زمین را برای شما فرشی گسترده و آسمان را بینایی افراشته قرار داد و از آسمان آب فرو فرستاد و به وسیله آن از میوه ها روزی برای شما بیرون آورد. پس برای الله شریک و همتای قرار ندهید تا آنکه خودتان میدانید که هیچ یک از آنها نه شما را آفریده اند و نه روزی میدهند. بینید که در اینجا میگد که پیشینیانم الله آفریده است و زمین را برای شما فراهم کرده است، راست کرده است و آسمان را همچون یک بینا ساخته است برای شما، یعنی که در زمین که شما در بالای او زندگی کردن بتوانید به یگان مشقت و به یگان خستگی، و آسمان را بالای ما همچون بینا ساخته است که از بالای ما هست و برای ما از آسمان باران فرو فرستاده است. پس از باران فرستادن برای ما چی؟ میوجاتی همچون رزق و روزی برای ما آماده کرده است. پس این قدر نعمت هایی که برای ما داده است، پس چی میگوید که پس برای او همتا شریک قرار ندهید، در حالی که شما میدانید که این قدر نعمت هایی که برای شما ارزانی کرده است الله. برای همین الله باید ما پاک دانیم، به او شریک نورزیم و اون نعمت هایی که برای ما داده است برای او ما شکرگزاری و سپاسگزاری کنیم. شیخ ابن کثیر رحمه الله می فرماید آفریدگاری همین چیزها او از شایسته عبادت. برای همین برادران گرامی، اون ذاتی که برای ما از آسمان آب می فرستاند برای نوشیدن، برای حیوان های ما، برای کشاورزی ما، و روزی می فرستاند برای چی؟ برای هم برای روزی برای ما رزق روزی، هم برای رزق روزی برای حیوانهای ما، چارواهای ما. پس برای همین برای اونی که ما را آفریده است، نعمتهای بزرگی برای ما عطا کرده است، او شایسته عبادت است. ما باید تنها او را بپرستیم، غیر او دیگر چیز را نپرستیم. ما بنده هستیم، بندگی خود را برای الله باید نشان دهیم. انسان وقتی که بنده است باید بندگی خود را در عملهایش برای الله ظاهر کند، عمل کند، بندگی خود را در عملش نشان دهد. عمل او عبادت است و سپاسگزاری تنها برای اوست. چرا؟ زیرا که آفریدگاری همه جهان هستی او است و همه جهان هستی را رزق الله میدهد. به نعمت هایی که میدهد ما باید شکرگزاری کنیم که الله عز و جل برای ما نعمت ها را افزایش دهد. و درس باز دوام دارد. از دعایی که خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.